اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. در ادامه کتاب شرح مئة عامل در رسیم به النوع الثالث و نوع سوم ما ولای مشابهتان بلیسه فی النفی. نوع سوم ما ولای مشابه بلیسه است در نگاه نفی بودن خود که نفی میکند. ما ولای مشابه بلیسه در نفی خود و الدخول على المبتدا والخبر که داخل میشود بر مبتدا و خبر داخل میشود. وقتی بر مبتدا خبر داخل شود چیکار میکند؟ ترفع وحشن. صفحه کتاب نداشتیم با دوستو صفحه کتاب نبود. خب صفحه کتاب با خود داریم ولی دوباره از کن میخونیم. النوع الثالث ما ولای مشابهتان بلیسه فی النفی و الدخول على المبتدا والخبر که در مبتدا خبر داخل میشد. ترفعان الاسم اسم را رفع میدهد و تنصبان الخبر خبر را نصب میدهند. و تدخل ما علی المعرفه و النکره کلمه ما حرف ما که هست بر معرفه و نکره داخل میشود. مثل چی؟ ما زیدون قائما. ما زیدون قائما. زید استاد نبوده است. ولا تدخل لا داخل نمیشود کلمه لا الا علی النکره مگر به نکره. لا همیشه به نکره به اسم پوشیده مبهم داخل می شود. نحو چی؟ لا رجل ظریفا. هیچ مرد هوشیار نیست. لا رجل ظریفا. در اونجا همین چیزا نی فرق نداشته باشه. خب این که تا لا رجل ظریفا حالا اینجا لا ما رجل ظریفا نمیشه. ما رجل ظریفا میشه چون گفتیم ما بر هم با معرفت داخل میشه که ما زیدون یا ما رجلون به هر دو میشه. و لا که هست تنها به نکره داخل میشه که لا رجل ظریفا. ما رجل ظریفا میشه اما نمیشه لا زیدون ظریفا. این شرط استفاده نمیشه. لا زیدون ظریفا به اسم معرفه استفاده نمیشه. خب بعد ازو چیست؟ النوع الرابع. خلاص النوع الرابع نوع چهارم حروف تنصب الاسم فقط. حروفی است که تنها اسم را نصب میدهد فقط. و هي 7 احرف. 7 حرف هستند. الواو و الا و یا. شما تو یک نداره نی هر حرف میوه مثال چی میخواد با او میآید. الواو اول واو است و هي به معنی مع. واو است که به معنی مع میآید. نحو چه استوى الماء والخشبة. استوى الماء مع الخشبة. مع الخشبة این شکل است. استوى الماء والخشبة. حالا اینجا برابر شد آب همراهی چوب. آن حال واو چی بود؟ به معنی مع میاد. خب آن حال اینجا گفتیم که اسم را چی میدهد؟ نصب میدهد. حروف تنصب الاسم فقط اسم را نصب میدهد. حالا والخشبة شده. والخشبة استوى الماء والخشبة. حالا اگر بخونیم اگر مع بخونیم استوى الماء مع الخشبة اینجا مع مضاف میشه. حالا اینجا کسی باز حروفی که نصب میدهد اسم را نوع چهارم. و الا هست. الا و هي للاستثناء. الا برای استثناء به کار میرود. نه چی؟ جاءني القوم الا زیدا. جاءني القوم آمد به پیش من قوم الا زیدا مگر زید نیامد. این میشه استثناء. دیگه هست حرفی و یا هست. و یا و هي لنداء القریب والبعید. برای ندای نزدیک و دور میاد. مثلا میگه کی و یا عبدالله مثلا دور صدا میزنیم. یا یکی میگیم کی و یا محمد. و یا محمد این شکل استفاده. قریب و بعید حتی استفاده میشود. خب بعد از هست چی؟ و ایا هست. و ایا و حیا این دوتا که هست و هما لندای البعیدی. این در زبان عربی که یک شخص دور باشه وقتی صدا بزنیم میگیم و یا چیز بخشن میگیم که و حیا و ایا این شکل صدا میزنیم. مثل ما شما در فارسی استفاده میکنیم میگیم که هی فلانی این شکل استفاده میکنیم. و الهمزه المفتوحه. همزه مفتوح و ای و همزه مفتوحه. ششم و هفتم که ای و همزه مفتوح باشه. همزه مفتوح همزه سریزو زر داره شکل. و ای و همزه مفتوحه و هما لندای الغریبی برای ندای نزدیک استفاده می شود. و هذه الحروف 5 این 5 حروف که است تنصب الاسم. تنصب الاسم یا تنصب الاسم نصب ینصب و تنصب. تنصب الاسم نصب می‌دهد اسم را اذا کان مضاف باشد. اینا مضاف باشد الی اسم آخر به اسم دیگری. نحو چی؟ یا عبدالله. یا مدنی عبدالله. علی عبد مضاف اللهی مضاف الیه. و ایا غلام زید. حالا غلام مضاف زید مضاف الیه. و ایا غلام زید. و هیا شریف القوم. ای شریف ای بهترین قوم. و یا افضل القوم. ای بهترین قوم.
و عبد الله و عبد الله و ترفع الاسم، اسم را رفع میدهد چه زمانی؟ زمانی رفع میدهد که این لم یکن ذالک الاسم مضافا، همون اسم مضاف نباشه اونجا رفع میدهد. مثل یا زیدو، ولی اگر یا عبد اللهی، یا عبد منصوب مضاف، اللهی مضاف الیه، ولی اینجا اسم مضاف نشده، تنها زید تنها آمده اینجا، یا زیدو، یا الله، یا الله این شکل، یا زیدو مثلا یا رجولو این شکل استفاده میشه. النوع الخامس، نوع بوشن، نوع خامس، نوع خامس، نوع خامس نه. النوع الخامس، نوع پنجم که هست حروف تنصب فعل المضارع، این حروف است که نصب میدهد فعل مضارع را. این حروفی که فعل مضارع را نصب میدهد و هی اربعه احرف، 4 حرف هستند، 4 حرف. انولا پس که اذن این 4 حرف معتبر یا شمایت شما را نرفتنی، انولا پس که اذن این 4 حرف معتبر نصب مستقبل کند جمله دائم اقتضا. حالا اینجا چیکار می‌کنیم؟ همیر می‌کنیم. این حروفی که فعل مضارع را نصب می‌دهد 4 دانه هستند. انولا کی و زن. فان، حالا ان شروع می‌کنیم. ان چیکار می‌کنیم؟ ان که است للاستقبال، برای آینده به کار می‌رود. و این دخلت اگر علی الماضی، اگر چی بر ماضی داخل شود، نحو چی؟ نحو اسلمتو، من اسلام آوردم. ان ادخل، حالا اسلمتو هست یا نه؟ آن حال چیکار می‌کند؟ ان ادخل الجنه، حالا ادخل و چه باید ادخلو بده، داخل میشوم. حالا ان آمده چیکار کرده؟ ادخل کرده، لام رو زرد دادن. ان ادخل الجنه، اسلام آوردم داخل جنت شوم. و ان دخلت الجنه، اینجا که مستقبل بود، مضارع بود، ادخل مضارع یعنی مضارع نصب بود. و اگرچه به سر ماضی هم که داخل شود، و ان دخلت الجنه، آن که داخل جنت شوم. و تسمى هذه مصدریه، این ان مصدریه میگن، ان مصدریه. دوم ولن هست. ولن ای که هست لتأکید نفی مستقبل، برای تأکید کردن نفی کردن آینده را میکند. مثل چی؟ لن ترانی، هرگز مرا نمی بینید. و اصلها بوده که لا این ترا، لا این، لا اصلش لن ترا، لن اصلش لا این بوده، لا این، لا این. این در خلیل در نزی یکی از نحوی ها به نام به اسم خلیل هستش. لا این بوده. فحذفت الحمزه، تو حمزه کدوم است؟ یعنی این حمزه این هست شد تخفیفا، شد لان، لان فصارت لان، لان یکم مونده. خب لان التقای ساکنینش میان الف و نون، التقای ساکنین میان الف و نون شد، باز چیکار کردن؟ الف رو هم نیز ثم حذفت الالف، الف رو حذف کردن لالتقای ساکنین، به خاطر التقای ساکنین که عبدالکریم تو صرف میخونه التقای ساکنین نمیفهمه دیگه، التقای ساکنین. فبقیت لن، لنی بچره تنها باقی ما. و یکی کی هست، کی للسببیت، برای سببیت، برای تعلیل به کار میاد. ای یکون ما قبلها سببا لما بعدها، یک همین ما بعد کی سبب شده است که ما ای یکون ما قبل از سبب شده که ما بعد به وجود بیاد. مثل چی؟ اسلمتو، من اسلام آوردم. خب اسلام ما سبب چی میشه؟ داخل شدن جنت. اسلمتو کی ادخل الجنه، اسلام آوردم به علت یا به علت که داخل جنت شد. پس اسلام تو سبب شد که ادخل الجنت به وجود بیاید. بیادی به سبب میشه که چپوت بخوره آدم میشه. فإن الاسلام سبب لدخول الجنه، اسلام است که سبب داخل شدن جنت میشود. و اذن هست، اذن للجواب و الجزاء، برای جواب و جزا میآید، جواب جزای شرط. و هو لا يتحقق، متحقق نمیشود، به وجود نمیاد الا فی الزمان المستقبل، مگر در زمان آینده باشه. و هی لا تدخل، داخل نشد الا على الفعل المستقبلی، مگر به فعل مستقبل. مثل چی؟ اذن تدخل الجنه، یعنی حال دیگه تو چیکار میشه؟ این در جواب چی گفته میشه؟ در جواب چی؟ فی جواب من قال، در جواب کسی باید که اسلم تو، من اسلام آوردم، در جوابش میگه اذن تدخل الجنه. جواب شد نشد. مثلا یک نفر میگه که در فارسی استفاده میگه انا آوردم دیگه، آوردی انی هم پاداشت، مثلا کار کردی یم پاداشت. آن حال اینجا به نفر میگه اسلام تو، خب من اسلام آوردم، تو جواب میگه اذن تدخل الجنه، تو داخل جنت میشوی. النوع السادس کافی، نوع سادس کفایت میکند. خب به این اندازه اکتفا کنیم، ادامه درس و جلسات دیگه خواهیم خواند. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.